با سلام دوستان، امروز میخوایم روش استفاده از خمیر دوقلوی جلاسنج رو که دو مدل داره، دیرگیر و زودگیر رو برای ساخت یک قطعه به شما نشون بدم. اولا که به میزان مساوی اینا رو، این خمیر رو برمیداریم و با هم ترکیب میکنیم و به این شکل در میاد. البته من خمیر این جعبه مشکی که خمیر دیرگیره دارم استفاده میکنم، ولی اون یکی روش نوشته 10 دقیقه‌ای خشک میشه، ولی معمولا من 2 ساعت وقت بهش میدم. اطلاعات و نحوه کارم رو جعبه نوشته شده. البته منظور تبلیغ این محصول نیست، معرفی چیزیه که بتونه کارتون رو راه بندازه. این هم که میلپوکس و اینجور چیزا نوشته شده یعنی چسبای دو جزئی هن. من در کنار کار کولر و پکیج کار پخش چسبم دارم، به خاطر همین تجربه و اطلاعات زیادی در مورد چسب ها دارم که تو کلیپ هم عرضه میکنم. بعضی وقتا یه سری از دوستان بعضی وقتا ما رو به تمسخر میگیرن که آیا مگه کار گرفتن نشتی یک چیز، یک کولر با چسب میشه؟ اطلاعات کافی داشته باشید میشه. الان من قصد دارم اینجا یه دستگاه وکیوم و شستشوی مدار کولر رو درست کنم که میبینید یه سر سوزندار و از زیرم نگاه کنید، یکی کوتاه یکی بلند، به همین شکلی که دادیم و با این خمیر قشنگ درزگیری و آببندی میکنیمش. باید خشک باشه، باید چرب نباشه و یه مقدار ظرافت به کار بدیم. اینو من 24 ساعت میذارم بمونه خشک بشه. من اون خمیر زودگیر رو تو خونه موجود نداشتم، فقط جلدش بود، به خاطر همون از این خمیر دیرگیر استفاده کردم و اینو میذاریم که بمونه. البته صاحب این برند جناب آقای کاظم نوارچی، از همینجا بهتون سلام میگم. همین خمیر دوقلو رو یه مقدار اضافه اومده بود برای اینکه نشون بدم که کیفیتش چیه. 2 تا تیکه میخو به هم دیگه چسبوندم، 24 ساعت گذاشتم. یه خورده تنبلی کردم، از جعبه ابزارم چکش بر نداشتم، ولی دیگه با این آچار شلاقی گنده ضربه زدم بهش که شما میتونید ببینید که میزان مقاومت و اون تواناییش چقدره. حتی از نزدیک که نشون بدم میتونید ببینید که نگاه کنید، اصلا انگار نه انگار که ضربه خورده. شما میتونید با چکش هم روش بزنید. این واقعا یه چیز قوی و خوبیه. البته متاسفانه تهیه این محصولات الان جوری شده که ما دیگه از خود کارخونه به ما نمیدن. ما که اینو معروف کردیم، پخش کردیم، جا انداختیم، الان باید بریم از نماینده دست دوم سوم بگیریم. یه زمانی شماره شخصی صاحب برند و صاحب کارخونه تو سایتش بود، الان دیگه با پادشاه میگن چی چایی نمیخوره. انشالله کسبشون پر رونق بشه. فقط یادشون نره که ما پخش کننده های چسبه که یک برند رو معروف میکنیم و یک برند معروف بشه هر سربالایی یه سرپایینی هم داره و خیلی شدید هم میتونه باشه. امیدوارم به اون روز نرسه و امیدوارم ایشون همواره موفق باشن. بگذاریم اینجا داریم نشون میدیم که کیفیت و توانایی رو و در ادامه من براتون جاهای دیگر رو که باز از این خمیر میتونید استفاده بکنید رو نشون خواهم داد و این خمیر واقعا یه چیز معجزه است. اینایی که دو جزئی ان، دوقلو ان، مثل چسب دوقلوی معمولی تا با هم ترکیب نشن فعال نمیشن و وقتی فعال شدن بسیار قوی و بسیار محکم خواهند شد. شما حتی میتونستید اونجا تو اون قسمتی که من داشتم درست میکردم از چسب دوقلو هم استفاده بکنید، ولی چسب دوقلو قدرت این خمیر دوقلو رو نداره از لحاظ تحمل فشار، از لحاظ یه سری چیزهایی که
حالا اسید خوردگی اسید و این فضایی رو که میتونه بپوشونه. و اینم باید بگم بعضی از این چسب‌های دو جزئی آنچنان قوی هستند که باهاشون سیلندر موتور رو میچسبونن و اونو بعد میبرن تراش میدن. دیگه شما تا آخر حساب بکنید که چه قدرتی داره. نگاه کنید باز ضربه زدیم، هر کاری میکنید این بعد 24 ساعت خشک شدن کاملا محکم و سالم میمونه. حالا میریم مصرف بعدش رو بهتون بگم. نگاه کنید این پمپا کوزه هاشون اکثرا سوراخ میشه. شما با همین خمیر تو این قسمت ها که دارم نشون میدم میتونید این رو سوراخش رو بگیرید. البته باید خاموش باشه، آبش تخلیه شده باشه و زیر کار رو تمیز کرده باشید، چربی زدایی کرده باشید و فقط قسمت کوزه رو باهاش بچسبونید. حالا سوراخ نشتی اون قسمت های دیگر رو که حالا بهتون نشون میدم مثل درس هایی که وصل شده، مثل این قسمت رو هرگز با خمیر نچسبونید، چون موقعی که یه وقت بخواید وا کنید دیگه باید با قلم چکش و سنگ و فرز بیافتید به جونش. امیدوارم اینجور تیپ ها، اینجور ایده ها به شما کمک بکنه تو این زندگی گرون روزانه هزینه های کمتری رو خرج بکنید، کمی با خلاقیت بتونید مشکلات و بار زندگی رو کمتر بکنید. موفق باشید. اگر هم سوالی داشتید میتونید بپرسید، تا اونجایی که من دستم برسه میتونم پاسخگو باشم. گیلان تهویه، پخش چسب گیلان، اینا همه زیر مجموعه‌ای هستند که ما توش فعالیت داریم. اگر سوالی بود تو اینترنت هم میتونید ما رو پیدا بکنید، تو پیج اینستاگرام هم هستیم و تو همین کانال یوتیوب ما هم میتونید ما رو ببینید.